آیا قرآن کلام آفریدگار است؟ فایل چهارم. audiobook.wordpress.com معصومیت محمد. سوره 66 تحریم، آیه 1. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحیم. ای پیامبر، چرا برای خوشنودی همسرانت آنچه را الله برای تو حلال گردانیده حرام می‌کنی؟ الله است که آمرزنده و مهربان است. حرام کردن حلال الله، آن هم برای خوشنودی همسران، از انسان معصوم بعید است. سوره 93 از ضحی، آیه 6 و 7. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد و تو را گمراه یافت پس هدایت کرد. معصوم یعنی کسی که گناهی در گذشته و حال نکرده. پس چون الله او را گمراه یافته و هدایت کرده است، میتوان نتیجه گرفت معصوم نبوده است. سوره 9 التوبه، آیه 43. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله تو را بخشاید، چرا پیش از آن که حال راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویان را بازشناسی، به آنان اجازه دادی. پیامبر که با الله ارتباط دارد چطور بدون اجازه الله کاری می کند که الله را چنین ناراحت کرده که به او خطاب می کند الله تو را بخشاید؟ پس می توان نتیجه گرفت معصوم نیست. سوره 11 هود، آیه: و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت وحی می شود ترک گویی و سینه‌ات بدان تنگ گردد که میگویند چرا گنجی بر او فرو فرستاده نشده یا فرشته‌ای بر او نیامده است. تو فقط هشدار دهنده‌ای و الله بر هر چیزی نگهبان است. اگر معصوم است، چرا الله با او میگوید مبادا تو برخی از آیات را که به سویت وحی شود ترک گویی؟ از آیه بالا میتوان نتیجه گرفت یا الله نمیدانسته که محمد معصوم است که این گونه با او سخن گفته است، یا محمد معصوم نبوده است. سوره 17 اسراء، آیات 73 تا 75. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده ایم گمراه کنند تا غیر از آن را بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند. و اگر تو را استوار نمی‌دانستیم قطعاً نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی و در آن صورت حتماً تو را 2 برابر در زندگی و 2 برابر پس از مرگ عذاب می‌چشاندیم. آنگاه در برابر ما برای خود یاوری نمی‌یافتی. آیات بالا هم که در مورد لغزش پای محمد سخن می‌گوید و اگر الله به او طبق معمول کمک نمی‌کرد معصومیتی در کار نبود. حتی در آیه آخر او را تهدید می‌کند. پس الله که همه چیز را می‌داند می‌دانسته محمد
معصوم نیست. سوره 26 از شعراء آیات 213 و 214. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. پس با الله الهی دیگر مخوان که از عذاب شدگان خواهی شد و خویشان نزدیکت را هشدار ده. در این آیه هم محمد تهدید شده است. اگر معصوم بود الله نباید تذکری به او میداد، چون الله میداند که معصوم است. مثل این است که معلمی که میداند شاگردش نمره 20 آورده است او را تهدید کند که اگر 19 که نه، اگر 0 بیاوری تو را مردود میکنم. سوره 48 الفتح آیات 1 و 2. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما تو را پیروزی بخشیدیم، چه پیروزی درخشانی، تا الله از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند. در اینجا هم الله که از گذشته و آینده محمد و همه با خبر است، صحبت از گناه گذشته و آینده محمد می کند. از این آیه هم می توان نتیجه گرفت که یا الله از معصومیت محمد که روحانیون ما با خبر هستند بیخبر است، یا محمد آنطور که روحانیون ما میگویند معصوم نبوده است. سوره 33 الاحزاب آیه 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. و آنگاه که به کسی که الله بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او نعمت داده بودی، زید ابن حارث می گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الله پروا بدار و آنچه را که الله آشکار کننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی، با آنکه الله سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام برگرفت، وی را به نکاح تو درآوردیم تا در آینده در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طلاق گرفتند گناهی نباشد و فرمان الله صورت اجرا پذیرد. در آیه بالا هم که خیلی منافع فراوان برای محمد در آن بوده است، از ترس محمد از مردم سخن میگوید که از معصوم بعید است از مردم به جای الله بترسد. باز هم بگویید معصوم. 13 تا معصوم دیگر هم به محمد اضافه کنید و حرف از 14 معصوم بزنید. آیا قرآن کلام آفریدگار است؟ محمد و علم غیب. سوره 6 الانعام آیه 50. شما نمیگویم گنجینه های الله نزد من است و غیب نیز نمیدانم و به شما نمیگویم که من فرشته‌ام، جز آنچه را که به سوی من وحی می شود پیروی نمی کنم. بگو آیا نابینا و بینا یکسان است؟ آیا تفکر
نمی کنید؟ سوره 27 النمل آیه 65. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بگو هر که در آسمان ها و زمین است جز الله غیب را نمی شناسند و نمی دانند کی برانگیخته خواهند شد. سوره 46 الاحقاف آیه 9. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. بگو من از میان پیامبران نودرآمدی نبودم و نمیدانم با من و شما چه معامله‌ای خواهد شد جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی نمی کنم و من جز هشدار دهنده‌ای آشکار بیش نیستم. تا اینجا پس قرآن احتیاج به تفسیر ندارد. اسلام برای قوم عرب خویشان محمد و فرزندان ابراهیم آمده. هیچ یک از پیامبران معصوم نیستند. حضرت محمد هم معصوم نبوده است. علم غیب هم ندارد. حالا خودتان درباره 12 امام یا به قول آنها 14 معصوم قضاوت کنید. آیا قرآن کلام آفریدگار است؟ امتیازات الله به محمد. سوره 46 الاحقاف آیه 8. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. یا میگویند این کتاب را بربافته است. بگو اگر آن را بربافته باشم در آن امتیاز چیزی برای من نیست. او آگاه تر است به آنچه با طعنه در آن فرو می روید. گواه بودن او میان من و شما بس است و اوست آمرزنده مهربان. سوره 8 الانفال آیه 1. ای پیامبر از تو درباره غنایم جنگی بیپرسند. بگو غنایم جنگی اختصاص به الله و فرستاده او دارد. پس از الله پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از الله و پیامبرش اطاعت کنید. اولین امتیاز حق تسلیم غنایم جنگی به دلخواه محمد. سوره 8 الانفال آیه 40. و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید 1/5 آن برای الله و پیامبر و برای خویشاوندان او و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. بیم خیانت داری پیمانشان را به سویشان بینداز تا طرفین به طور یکسان بدانند که پیمان گسسته است، زیرا الله خائنان را دوست نمی دارد. سومین امتیاز اجازه شکستن پیمان، حکم قبل از عمل. مثلا شما اگر ترسیدی کسی توی گوشت بزند توی گوش او بزنی. میبینید در آیه بالا فقط بحث بیم از شکستن پیمان است، نه شکستن واقعی پیمان. سوره 9 التوبه آیه 103. خذ من اموالهم برای آنان آرامشی است و الله شنوای داناست. چهارمین امتیاز گرفتن صدقه از مردم جهت پاک کردن آنها و دعای خیر در حقشان. سوره 9 التوبه آیه 120. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنین. مردم مدینه و بادیه نشینان پیروانشان را نرسد که از فرمان پیامبر الله سر باززنند و جان خود را عزیزتر از جان او بدانند، چرا که هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه الله به آنان نمی رسد و در هیچ مکانی که کافران را به خشم می آورد قدم نمی گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی آورند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برای آنان در کارنامهشان نوشته می شود، زیرا الله پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. پنجمین امتیاز دیکتاتور بودن، یعنی هر تصمیمی می گیرد باید همه از آن اطاعت کنند و عزیز بودن جان او در مقابل بقیه مردم. سوره 24 النور آیه 62: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. جز این نیست که مؤمنان کسانی اند که به الله و پیامبرش گرویدند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه نکنند نمی روند. در حقیقت کسانی که از تو کسب اجازه می کنند آنانند که به الله و پیامبرش ایمان دارند. پس چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند و هر کس از آنان که خواستی اجازه ده و برایشان آمرزش بخواه که الله آمرزنده و مهربان است. ششمین امتیاز صاحب اجازه همه بودن. سوره 33 الاحزاب آیه 6: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزدیکتر است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان طبق کتاب الله بعضی نسبت به بعضی اولویت دارند و بر مؤمنان و مهاجران مقدمند مگر آنکه بخواهید به دوستان مؤمن خود وصیت یا احسانی کنید و این در کتاب الله نگاشته شده است. از این آیه 2 امتیاز برمی آید. هفتمین امتیاز سزاوارتر از همه بودن و هشتمین امتیاز همسران محمد مانند مادران مؤمنانند. سوره 33 الاحزاب آیه 30 تا 32:
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای همسران پیامبر، هر کس از شما مبادرت به کار زشت آشکاری کند عذابش دوچندان خواهد بود و این بر الله همواره آسان است. و هر کس از شما الله و فرستادش را فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دوچندان می دهیم و برایش روزی نیکو فراهم خواهیم ساخت. ای همسران پیامبر، شما مانند هیچ یک از زنان دیگر نیستید. اگر سر پروا دارید پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید. توضیح این که فاحشه بودن کار زشت توسط مترجم متعصب ترجمه شده است که خودتان می توانید ببینید. نهمین امتیاز 2 برابر بودن عذاب و پاداش همسران محمد است. 10مین امتیاز غیرت کشی الله برای همسران محمد حتی در مورد طرز صحبت کردن آنان است. سوره 33 الاحزاب آیه 28. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر خواهان نزدیکی دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و خوش و خرم شما را رها کنم. 11مین امتیاز تهدید همسران محمد توسط الله و پرداخت مهریه آنها، البته وقتی که محمد به واسطه 1/5 غنایم جنگی پولدار می شود، نه زمانی که از تنگ دستی پدر بزرگش برایش کنیز گرفت، نه زن آزاده. سوره 33 الاحزاب آیه 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و فرستادش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس الله و فرستادش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکاری گردیده است. 12مین امتیاز بی اختیار بودن همه در مقابل فرمان محمد است. سوره 33 الاحزاب آیه 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. و آنگاه که به کسی که الله بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او نعمت داده بودی، می گفتی همسرت را پیش خود نگاه دار و از الله پروا بدار و آنچه را که الله آشکار کننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی، با آنکه الله سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام برگرفت، وی را به نکاح تو در آوردیم تا در آینده در مورد ازدواج مؤمنان و زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طلاق گفتند گناهی نباشد و فرمان الله صورت اجرا پذیرد. 13مین امتیاز برآورده کردن هوای دل محمد و عطای زن زید به محمد که خود داستان خیلی طولانی دارد که با توجه به اینکه قول دادم پایه‌گذاری من در این کتاب از قرآن باشد چیزی از آن نمی نویسم. سوره 33 الاحزاب آیه 50. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که الله از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمهایت و دختران دایی تو و دختران خالهایت که با تو مهاجرت کردند و زن مؤمنی که خود را داوطلبانه به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد ویژه توست، نه دیگر مؤمنان. ما نیک می‌دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و الله همواره آمرزنده و مهربان است. 14مین امتیاز گرفتن زن نامحدود. می‌دانید که در قرآن تعداد زنان مجاز برای مسلمانان را 4 اعلام کردند، ولی برای محمد تعداد خاصی قرار داده نشده است. فقط مهم دادن مهریه است. همانطور که می‌دانید محمد در زمان فوتش 9 زن عقدی داشت. 15مین امتیاز حلال شدن دختران عمو، عمه، خاله و دایی. 16مین امتیاز حلال شدن زنانی که خود را به محمد ببخشند. سوره 33 الاحزاب آیه 51.
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله علیما حلیما. نوبت هر کدام از آن زنها را که می‌خواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که می‌خواهی پیش خود جای ده و بر تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده ای دوباره طلب کنی. این نزدیکتر است برای اینکه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگیشان به آنچه به آنان داده ای خوشنود گردند و آنچه در دلهای شماست الله می‌داند و الله همواره دانای بردبار است. 17مین امتیاز عدم انجام عدالت در مورد نوبت زنان در همخوابی با محمد. سوره 33 الاحزاب آیه 53. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. ای کسانی که ایمان آورده اید، داخل اتاقهای پیامبر مشوید مگر آنکه برای خوردن طعامی به شما اجازه داده شود، آن هم بی آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید. ولی هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید بی آنکه سرگرم سخنی گردید. این رفتار شما پیامبر را میرنجاند ولی از شما شرم می‌دارد و حال آنکه الله از حق گویی شرم نمی کند و چون از زنان پیامبر چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید. این برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است و شما حق ندارید رسول الله را برنجانید و مطلقاً نباید زنانش را پس از مرگ او به نکاح خود درآورید، چرا که این کار نزد الله همواره گناهی بزرگ است. 18مین امتیاز الله در حکم پیشکار محمد مردم را از کارهای غیر مؤدبانه با او منع می کند و حتی مهمانان او را از خانه او بیرون می کند. 19مین امتیاز زنان محمد پس از مرگ او بر همه مردم حرام می شوند. سوره احزاب شماره 33 آیه 56. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله و فرشتگانش بر پیامبر درود میفرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید
بر او درود فرستید و به فرمانش به خوبی گردن نهید. 20مین امتیاز استخدام الله و فرشتگان جهت درود فرستادن بر محمد و موظف کردن مردم بر درود فرستادن بر محمد. ببینید دوستان الله با آن همه مشغله که باید بر همه بندگان ناظر باشد، آنها را عذاب کند، پیامبر و امام بفرستد، حوری جهت بهشتیان خلق کند، صورت انسانها را در رحم مادر نگارگری کند، پسر و دختر بودن این همه بچه را تعیین کند، تازه برای محمد هم نشسته با فرشتگان درود می‌فرستد. سوره 47 محمد آیه 33. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را اطاعت کنید و از پیامبر او نیز اطاعت نمایید و اعمال خود را تباه مکنید. 21مین امتیاز تباه شدن اعمال انسانها به علت عدم اطاعت از محمد. خیلی جالب است الله که کار هیچ کس را بی‌مزد نمیگذارد، حتی اگر به اندازه ذره خردل باشد، اگر کسی از محمد اطاعت نکند اعمالش را تباه می کند و مزد همه خوبی های او را نمی دهد. سوره 49 الحجرات آیه 1 تا 4. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ای کسانی که ایمان آورده اید، در برابر الله و پیامبرش در هیچ کاری پیشی مجویید و از الله پروا بدارید که الله شنوای داناست. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مکنید و چنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن میگویید، با او به صدای بلند سخن مگویید، مبادا بیان که بدانید کرده هایتان تباه شود. کسانی که تو را از پشت اتاقهای مسکونی تو به فریاد میخوانند، بیشترشان نمیفهمند. 22مین امتیاز هیچ نباید در کارها از محمد پیشی بجویید. مثلا اگر کسی تشنه است نباید زودتر از او آب بخورد، یا کسی نباید برای عبادت الله زودتر از او وارد مسجد شود، کسی نباید زودتر از او حج کند و هزاران مثل مانند آن. 23مین امتیاز کسی صدایش را بلندتر از صدای محمد نکند. مثلا اگر محمد سرما خورد و صدایش گرفت، باید همه لال شوند. 24مین امتیاز کسی نباید او را از پشت اتاقش صدا کند و اگر کسی صدا کرد، حتی اگر دانشمند هم باشد، نفهم است. سوره 58 المجادله آیه 12. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه با پیامبر الله گفتگوی محرمانه می کنید، پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌ای تقدیم بدارید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر چیزی نیافتید،
بدانید که الله آمرزنده و مهربان است. 25مین امتیاز صدقه قبل از درد دل کردن با محمد. اگر کسی محمد که فرستاده الله است را خواست همراز خود قرار بدهد، باید صدقه تقدیم کند. جالب است محمد در ازای پیامبری از کسی دستمزد نمی‌خواهد، ولی به عناوین مختلف خمس، زکات، صدقه و غیره از آنها پول می‌گیرد. سوره 59 الحشر آیه 7. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شدید العقاب. آنچه الله از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آن الله و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد. آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت باز ایستید و از الله پروا بدارید که الله سخت کیفر است. 26مین امتیاز واگذار شدن تمام اموال کسانی که از ترس محمد و سایر مسلمانان از روستاهایشان فرار کرده اند به محمد و نزدیکان او. سوره 66 التحریم آیه 3، 4، 5. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. و چون پیامبر با یکی از همسرانش سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را به زن دیگر گزارش داد و الله پیامبر را بر آن مطلع گردانید، پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس چون مطلب را به آن زن خبر داد، وی گفت چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت مرا آن دانای آگاه خبر داده است. اگر شما دو زن به درگاه الله توبه کنید بهتر است، واقعا دلهایتان انحراف پیدا کرده است. و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید، در حقیقت الله خود سرپرست اوست و جبرئیل و مصالح مؤمنان نیز یاور اویند و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او خواهند بود. اگر پیامبر شما را طلاق گوید، امید است الله همسرانی بهتر از شما، مسلمان مؤمن، فرمانبر، توبه‌کار، عابد، روزدار، بیوه و دوشیزه به او عوض دهد. 27مین امتیاز جاسوسی الله برای محمد و سخنچینی برای او.
28مین امتیاز تحت سرپرستی الله بودن محمد و پشتیبانی الله از محمد در برابر همسرانش. 29مین امتیاز دادن زن بیوه و دختر دست نخورده به محمد از طرف الله. البته این کار با غنایم جنگی و کنیزانی که در جنگ‌ها به دست می آمد و 1/5 آن مال محمد بود کار بسیار آسانی بود. همانطور که محمد در زمان مرگش 9 زن عقد در حرمسرای خود داشت. سوره 90 البلد آیه 1 و 2. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سوگند به این شهر و حال آنکه تو در این شهر جای داری. 30مین امتیاز قسم خوردن الله به شهر فقط به خاطر آنکه محمد در آن شهر جای دارد. در اولین آیه‌ای که آوردم گفته شد یا میگویند این کتاب را بربافته است، بگو اگر آن را بربافته باشم در آن امتیاز چیزی برای من نیست. حالا امتیازات را نگاه کنید. الله برای این به شهر قسم میخورد که محمد در آن ساکن است. اگر 2 تا از همسران محمد نهانی با هم حرف بزنند، الله به محمد خبر میدهد. اگر ضد محمد کاری بخواهند بکنند، الله و جبرئیل به یاری محمد میآیند. اگر زنانش را طلاق بدهد، الله به او بهتر از آنها را میدهد. هم مثل عایشه باکره دختر ابوبکر زن محمد، هم مثل حفصه بیوه دختر عمر زن محمد. دارایی قریه ها که به محمد و الله میرسد، اگر مؤمنان هم بخواهند با او چیز محرمانه‌ای بگویند، بهتر است به او صدقه بدهند. کسی از پشت خانه نباید صدایش کند. کسی صدایش را بالاتر از او نبرد. در هیچ کاری از او پیشی نگیرند. اگر از او اطاعت نکنند، دنیا ثواب کنند تباه می شود. الله و فرشته‌هایش دائم دارند برای او صلوات می‌فرستند. ما هم باید همین کار را بکنیم. کسی بدون دعوت خانه او نرود. اگر دعوت شد رفت، زود شرش را کم کند. از زنانش هم اگر چیزی خواست از پشت پرده بخواهد. بعد از مرگش هم زنانش که حس جنسی ندارند و حق جنسی هم ندارند، بنابراین نباید ازدواج کنند. کسی هم حق ندارد با آنها ازدواج کند. شاید آنها هم معصومند. آخر نیست که نوبتشان هم نباید مراعات می شده لذت کافی را از زندگی زناشویی بردند. دختر عمه، خاله، دایی و عمو و همچنین زنی که خودش را به محمد ببخشد علاوه بر زنان زورگیری شده کنیزان بر محمد حلال هستند. زن پسرخوانده ها هم که فقط کافی نبوده حکمش در قرآن بیاید، عملا خود محمد باید زن پسرخوانده را بگیرد تا مؤمنان بفهمند ایرادی ندارد. اصلا بحث آن چیزی که در پنهان می داشته نبوده. هیچ مرد و زنی هم حق ندارند وقتی الله و محمد دستوری داد اختیاری از آن خود داشته باشند. اگر زنهای محمد کار زشتی انجام دهند عذابشان 2 برابر است و اگر کار خوبی بکنند پاداششان 2 برابر است. زنان پیامبر نباید به ناز زنانه سخن بگویند. تازه محمد از خود مؤمنان بر خودشان سزاوارتر است. اگر مؤمنان پیش محمد هستند بدون اجازه نباید بروند. پس محمد هر که را خواست اجازه بدهد 1/5 غنایم هم مال محمد و نزدیکان او هست. اگر محمد پیمانی بست میتواند بشکند. اگر بیم شکستن، البته فقط بیم آن را از طرف مقابل دارد. من که از شرح امتیازات خسته شدم. فقط سخن آخر این که در بیشتر جاها الله و رسوله، الله و محمد با هم آمده و تقریبا همتراز بوده است. من که میگویم اگر منظور از الله همان یزدان است خیلی حقیر شده است، ولی نه، این الله آن ایزد ما نیست. تا به اینجا قرآن احتیاج به تفسیر ندارد. اسلام برای همه دنیا نیست. هیچ پیامبری و محمد هم معصوم نبوده است. الله هم به محمد امتیازات زیادی داده است و حتی در حد خبرچین محمد و حل کننده مسائل عشقی او در آمده است.
البته عزیزان جوش نیاورند، چون منظور من در این متن از الله آفریدگار دانا نیست، فقط همان الله معرفی شده توسط محمد است. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogaboo.com